به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز. ادامه فصل اول، کتاب زیبای دروغ هایی که به خود میگوییم. من احساس شکست میکنم. بازگشت به خانه در واقعیت خوب به نظر میرسد، اما نه. وقتی که واقعیت به معنی از دست دادن شوق، اخراج شدن، بیمار شدن، طلاق گرفتن یا مردن باشد. در پاسخ به سختی ها ما اغلب باور داریم شکست میخوریم، له شده یا خراب شدیم. چه چیزی می شکند، چه چیزی خرد می شود، چه چیزی خراب می شود. توهمات ما می شکند، امیدهایمان خرد می شود، رویاهایمان خراب می شود. ما به بیرون پنجره نگاه می کنیم و دنیا همانطوری که بود به نظر می رسد. ما به درون خود می نگریم و تخیلاتمان را نابود شده می بینیم. شکسته شدن تخیلاتمان می تواند بگذارد حقیقت آشکار شود. ما باور داریم که شکستیم و در زندگی کور شده ایم، اما هنوز اینجا هستیم. بنابراین آیا ما شکسته ایم یا خودانگاری ما شکسته؟ آیا ما می میریم یا رویاهایمان می میرند؟ چقدر سخت است فروپاشی پله تهمت‌هایمان را تماشا کنیم. برای مثال، مردی را در نظر بگیرید که شدت بیماری روانی همسرش را انکار می کند. به جای همسر روانیش که درمانهای بسیاری را رد کرده است، همچنان امید دارد به همسر نرمالی که در درمانها و کمکها را میپذیرد. همزمان با مبتلاشی شدن توهماتش و قبل از اینکه به زمین بخورد، او سعی میکرد که آن را به عقب هل دهد. مرد پرسید: شما فکر میکنید درمان جسمی براش مفیده؟ اجازه میدهد این کار بر تجربه پیروز شود، با این تصویر که به همسرش وفادار است. در حقیقت او به خواسته خودش وفادار بوده است. اشکهایش سرازیر شده و پیوند و اتحاد احساسی او را با واقعیت آشکار کرد. همانطور که جفت فاستر میگوید، سقوط و در هم شکستن همیشه میتواند به یک حقیقت عمیق‌تری اشاره کند، زیرا فقط آن چیزی که در درون شما نادرست است میتواند در هم شکسته شود. حقیقت نابود نمی شود. برخی این شناخت را بیدار شدن و برخی آن را تحقق خود می نامند. زنی دچار توهم شد که اتاق خوابش در حال حرکت است. برای متوقف کردن آن، او سرش را به دیوار می‌کوبید و گریه می‌کرد. دستانش به خاطر چنگ زدن به دیوار خونی بود. همسرش او را ترک کرده بود. دنیا به نظرش در حال حرکت بود و او نمی‌توانست آن را متوقف کند. او خشم و عصبانیتش را معطوف به همسرش کرد، زیرا او را دوست داشت. او گفت: من احساس شکست می‌کنم. نمی‌توانم خودم را بکشم، چون به خاطر دخترم باید زنده بمانم. لورا: اما اگه اون اینجا نبود این کار رو میکردم. من چند تکه دیوارها در حال جابجایی هستند، اما زندگی جابجا شده بود، همچنان که همیشه میشد. تخیلش که زندگی همیشه ثابت میماند. این کار به درون واقعیت سقوط کرده بود، بنابراین این کار او از بین رفته بود. و وقتی واقعیت آرزو و خواسته های ما را میکشد، ممکن است عده‌ای از ما برای پاک کردن درد و رنج از آرزوها در حال مرگمان خودکشی کنیم، چیزی که محقق خودکشی دوین شناسید من آن را درد روان مینامید. با تجربه مرگ زنده، رویها در حال مرگ ممکن است ما برای سقط کردن زایمان دردناکی که با عنوان غم و ناراحتی شناخته می شود، مرگ فیزیکی را انتخاب کنیم. این زن باور داشت که با بیشتر شکسته شدن در حال مرگ است، اما توهمات او با امکان ظاهر شدن آن چیزی که واقعیت انجام بود فرو پاشید. ما هرگز نمی شکنیم، اگرچه تصور می کنیم در حال شکستن هستیم. توهمات ما می شکند و همه این کارها و همه خواسته هایمان که نمی توانند تخیلات ما را دوباره کنار هم بگذارند، هنگامی که این کارها می شکنند، غم و خشم فوران می کنند. در این طغیان آتش احساسات ما را نمی سوزاند، بلکه توهمات ما را می سوزاند. از آنجایی که ما برای از دست دادن توهماتمان می هراسیم، به دوستانمان داستان‌های دوباره اینکه چطور اشتباه کردیم می گوییم. این داستان‌ها واقعی به نظر می رسند، زیرا ذاتاً استوار و ثابتند، اما در واقع اشتباهند.
به دلیل آنچه فاقد آن هستند. حقیقت زیبایی تعریف این است که با حذف اطلاعات کافی می توانیم از هر کسی چهره شیطانی بسازیم و شخص را تبدیل به یک کاریکاتور کنیم، در حالی که می توانم با داستان به شکل یک واقعیت برخورد کنیم. هیچ چیزی مانند طلاق، این میل و پافشاری به شیطانسازی را تحریک نمی کند. مردی که همسرش را آزار داده بود، وقتی همسرش پس از سالها زوج درمانی او را ترک کرده عصبانی شده بود. این زن با وجود نقص صبور و دوست داشتنی وفادار بود. وقتی او شوهرش را ترک کرد، شوهرش او را در تصورات خود به یک دروغگوی متقلب و ترسو تبدیل کرد. او به هر کسی که گوش شنوایی داشت با گفتن نقص‌ها و مشکلات زنش شکایت میکرد. با حذف بسیاری از نقاط قوت او، زن پاکدامن و با فضیلتی را توصیف میکرد که به طرز مرموزی به یک افریته تبدیل شده بود. من میدانم اون واقعا کیه. هیچ کسی چیزی که من میبینم را نمیبینه. مردم نیمه خوب اون را میبینن، نه واقعیت اون رو. اون خوب میتونه خودش را مخفی کنه. او دوستانش را فراخواند و جرایم خیالی خودش را باز شمرد. چیزی هست که شما باید بدانید. وقتی ما از هریمن ساختن سرکوبگرانه و ظالمانه خود لذت میبریم و از آنها یک شخصیت کارتونی را در مقابل دوستان و درمانگرها نمایش میدهیم، آنها میتوانند با پیوستن به جشن ترحم ما جشن مازوخیستی، جایی که ترانه‌های قربانی شدن میخوانیم و ناله میکنیم که چطور زندگی خلاف تخیلاتمان پیش رفت، ما را لوس کنند. این مرد منتظر بود تا همسر قربانیش تغییر کند، اما خودش قربانی شد. او تنها شخصی را که میتوانست تغییر دهد خودش را زندانی کرد. ما باور داریم که قربانی هستیم، زیرا نمیبینیم چگونه خودمون را قربانی میکنیم. در عوض دیگران را به خاطر کارهایی که به خودمان میکنیم خودمون را مقصر میدانیم. در مقابل مقصر واقعی کور میشویم. مردی که همسرش را مورد آزار و اذیت قرار داده بود، اصرار داشت که همسرش یک دروغگوی متقلب و ترسو است. هنوز با رفتاری که گویا میتواند همسرش را به زور تبدیل به یک موجود دست‌آموز کند، به خودش و او دروغ میگفت. همچنین با آزار و اذیت او از عشق یک تصویر ایدئال ساخته و اینگونه به همسر واقعی خود خیانت کرد و او را نپذیرفت. قلندری کردن همیشه یک نشانه از ترس است. شخصی که بسیار از زندگی می‌ترسد تا اینکه بخواهد آن را در آغوش بگیرد و بپذیرد، او تلاش می‌کند خارج از وجودش با آن قلندری کند. وقتی توهم مرد شکسته شد، او سعی کرد همسرش را بشکند. بنابراین همسرش از خیالات پوچ بیرون آمد. درمانگر باید درباره آهنگ قربانی شدن ما سوال بپرسد. او از ما می‌خواهد واقعیت‌هایی که کنار گذاشته‌ایم بپذیریم تا اینکه با کاراکترهای ما موافقت کند. وقتی ما به جای تمرکز روی تخیلات با واقعیت‌ها روبرو می‌شویم، می‌پذیریم افرادی که دوست داریم درست مثل خودمان دارای صفات خوب و بد هستند. ما هم قربانی بودیم. دیگران به ما آسیب رساندند و ما هم به دیگران آسیب رساندیم. ما وسوسه می‌شویم که ادعا کنیم قربانیان بیگناه هستیم، اما هرگز بی‌نقص، بی‌تقصیر و بیگناه نیستیم. پذیرش زندگی تا همان گونه که هست می‌تواند سخت باشد. وقتی زندگی را همان گونه که هست می‌پذیریم، توهماتمان فرو می‌ریزد. ما برای تحمل درد بدون فرار کردن، توضیح دادن یا توجیه کردن به جرأت و شجاعت اساسی نیاز داریم. در قربانی شدن از دیگران می‌خواهیم با داستان‌های ما موافقت کنند. ما باید داستان‌ها را رها کنیم تا ببینیم زیر این لایه چی کسی هستیم. وقتی که ظاهر و نماها را رها می‌کنیم، احساس برهنگی می‌کنیم. وقتی به مردی کمک کردم تا با چیزی که از آن دوری می‌کرد روبرو شود، او مرا متهم کرد. توصیه می‌کنی من را افشا کنی؟ من توضیح دادم. خبر خوب اینه که من نمیتونم، فقط خودت میتونی خودت را آشکار کنی. من میتونم سوالاتی بپرسم و تو میتونی خودت را لو بدی یا ندی. انتخاب با خودته. میخوای خودت را روبروی خودت افشا کنی تا دیگه کورکورانه زندگی نکنی. وقتی او انتخاب کرد که خودش را آشکار کند، فهمید که ما همیشه برهنه هستیم. ظاهر
و نامه‌ها در تصویر ما و نامرئی هستند. ما سعی می‌کنیم خودمان را پنهان کنیم، اما دیگران در حال ما را می‌بینند. ما هرگز نمی‌توانیم از واقعیت جدا باشیم بجز از طریق حجاب. توهماتمان فارغ از نما و ظاهر بین ما در عمیق‌ترین مراحل پی می‌بریم که هر کدام از ما با احساسات، دروغ‌ها و آرزوها درگیر هستیم. اگر احساسات شکلی از عشق باشند چی؟ ما در درمان چه چیزی یاد می‌گیریم؟ حقیقت چطور یاد می‌گیریم؟ با پذیرش آن. معلم ما کیست؟ همین لحظه برای اینکه مطمئن شویم به حقیقت توجه می‌کنیم. زندگی به ما پیام‌های ارسال می‌کند. اضطراب، عصبانیت، ناراحتی، افسردگی، روابط خوب و بد، هرچی که در حال رخ دادن است. وقتی ما در پذیرش چیزی که زندگی برایمان به وجود می‌آورد مشکل داریم، درخواست کمک می‌کنیم یا آن درخواست را به تعویق می‌اندازیم. یک زن جوان انتظار زندگی را داشت که به خاطر آن مجبور شده بود به کسی که می‌خواست تبدیل شود. عصبانی بود به خاطر اینکه رئیسش از ترافی او امتناع کرده بود. پرسید: من باید این را بپذیرم؟ خیر، زندگی منتظر می‌ماند تا تو آماده شی. احساس می‌کنم هنوز آماده نیستم. چقدر مایلی منتظر باشی. انتظار یک عصای جادویی است که ما امیدواریم زندگی را طبق تخیلاتمان تغییر دهد، اما تخیلات ما باید برای مطابقت با زندگی تغییر کند. وقتی ما انتظار کشیدن برای زندگی در زندگی را رها می‌کنیم، در عوض خودمان تغییر می‌کنیم. هر بحرانی در زندگی به دفاعیات ما خدشه وارد می‌کند و قلف احساساتمان را باز می‌کند. مفاهیم و ابعاد پنهان به وجودمان را در خودمان آشکار می‌کند و پس از تأمل آن، زاویه پنهان، بینش‌ها و برخاسته از وجودمان را تجربه می‌کنیم. وقتی ما در اعماق وجودمان خواصی می‌کنیم، عمیق‌تر خود را تجربه می‌کنیم و آن حکمت و درایتی که آرزویش را داشتیم کشف می‌شود. سپس می‌توانیم انتخاب کنیم که آن را انکار کنیم یا بپذیریم. این انتخاب یک بار در طول عمر اتفاق نمی‌افتد، بلکه هر لحظه رخ می‌دهد. در یک جلسه اشک‌های مردی را دیدم. پرسیدم: الان چه حسی داری؟ من همیشه فکر می‌کنم، اما حالا، دیروز من، اما احساسات. او غرق در اشک شد و گفت: یادم وقتی پدرم داشت می‌مرد، همه تصور کردند که او نمی‌تونست صدامون رو بشنوه، بنابراین باهاش حرف نزدن. من کنارش نشستم و درباره جشنی که تازه شرکت کرده بودم باهاش حرف زدم. در عین صحبت اون دستش رو دراز کرد و شونه‌ام را نوازش کرد. در آن لحظه او پی برده بود پدری که او متنفر بوده است عاشق او بود. به نیش جدید او از اعماقش نشست، می‌گرفت. احساساتی به درون ما میرسند که میترسیم ما را پایین بکشند و این کار را هم میکنند. آنها ما را به عمق وجودمان، سرچشمه تمام دانستنی ها میبرند. با غرق شدن در غم و اندوه، او تنها عشق پدرش را تجربه کرد، بلکه عشق خودش و پدرش را نیز لمس کرد. هدیه‌ای که برای پدرش بود. تحمل احساسات ما را به یک منشور تبدیل میکند. همان طور که ما احساسات درونی متنوع خود را منعکس می‌کنیم، شکل خاصی از نور که با عنوان بینش و بصیرت ظاهر می‌شود. بینش و شناخت مرد از پدرش نه سر بلکه از قلبش آمد. بعد از اینکه ما این کار را رها می‌کنیم، توهماتمان فرو می‌ریزد و احساسات فوران می‌کند و به شخصی که خودمان هستیم و هنوز باید با خود ملاقات کنیم اجازه آشکار شدن می‌دهد. احساسات شکل از عشق هستند، دعوت برای پذیرش آنچه که هست. بنابراین دروغ و اشتباه میتواند سقوط کند و واقعیت در شما آشکار شود. رنج کشیدن ما به چه چیزی اشاره میکند؟ اگر احساس هر شکلی از عشق باشد، پس احساسات ناشی از آسیب روحی و روانی چی تصور کنیم؟ بسیار مضطرب هستیم. چطور این میتواند عشق باشد؟ مردی که به وسیله تروریست‌ها شکنجه شده بود، در مقابل چشمانش به همسرش تجاوز کرد و او را کشته بودند. به نوع فرار کردن و از کشورش گریخته بود. در سرزمینی دور پناهنده شده بود. او که غرق در علائم و نشانه‌های متعدد بود، کمک می‌خواست.
دکتر درمانها و داروهای بسیاری را برای نجات و رهایی او از اثرات آسیب‌های روحی و روانیش به کنار گرفته. هیچ کدام کمکی نکرده تا اینکه یک درمانگر مقرر پرسید اضطراب به چه چیزی اشاره می کند؟ چه احساسات علت بروز این اضطراب می شود؟ هیجانات پناهنده ادامه داشت و بالا رفت تا اینکه راز او از لبان لرزانش بیرون آمد. بعد از تجاوز و دهشتناک و قتل همسرش او فرار کرد، اما پیش از ترک کشورش کاری داشت که باید انجام میداد. انتقام او را وسوسه میکرد. این مرد که شکار شده بود خودش را به یک شکارچی تبدیل کرد. او قاتل را پیدا کرد، او را از پای در آورد، بس و زنده زنده پوستش را کند. اضطراب پناهنده با آسیب روحی که او را رنج میداد اشاره داشت و به شخصی که از او انتقام گرفته بود. با شکنجهگر او تبدیل به چیزی شده بود که از آن متنفر بود. در نتیجه او احساس اضطراب و گناه، خودتوبه، تنبیهی و شکنجه داشت. قیمتی که با انتقام تعیین شد. انتقام شکلی از سحر و جادوست. وقتی ما انتقام میگیریم و نابود میکنیم، با قرار دادن و درد و رنج روی دیگران از شر آن خلاص میشویم. مرد با کندن پوست قاتل توانست غم و ناراحتی را از قلبش پاک کند. در عوض او انسانیتش را آن روز با کندن پوست کنار گذاشت. از آنجایی که او قاتل را شکنجه کرده بود، باید گناه شکنجه را که وارد کرده بود و درد و اندوه و درماندگی تماشای زجر کشیدن همسرش را تحمل میکرد. با مخفی کردن جنایتش برای درمانگر، او با غصه و اندوه روبرو شد که سعی کرده بود با انتقام گرفتن از آن خلاص شود و سرانجام مجدد انسانیت را باز پس گیرد. او امیدوار بود با کندن پوست قاتل درد و رنج را از قلب خودش بزداید. ما هم شبیه او وقتی از رنج درونمون عذاب میکشیم ممکن است سعی کنیم و تحمیل آن بر دیگران از آن خلاص شویم. با این حال هرچی تلاش میکنیم درد زندگی را دور بزنیم نمیتوانیم. با این تعریف زندگی ما همیشه شامل غم و اندوه، خشم، گناه و توهمات ما است. رنج ما به حقایق درونی ما اشاره می کند که می ترسیم با آن روبرو شویم. خب دوستان گلم، این بود پایان فصل اول. خدا کنه از این فصل آموزنده زیبا لذت ببریم. لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنیم و از من حمایت کنیم. لایک و کامنت فراموش نشود. لطفاً نظرات خود را در مورد این فصل اول آموزنده و بسیار زیبا برای من بنویسید.